کوچکترین فرزند مولانا مجیب الرحمن انصاری که نامش عبدالله است هنوز 2 ماه دارد و این برایش غیر قابل درک است که دیگر پدرش در دنیا نیست و یتیم شده است. مولانا مجیب الرحمن انصاری روز جمعه بعد از جلسه انکشاف اقتصاد هرات در مسجد جامع گذرگاه به قتل رسید. مولا عبدالله دستیار مولا عبدالغنی برادر ماجرای کشته شدن مولای مجیب الرحمن انصاری را چنین تعریف می کند: در جلسه انکشاف اقتصاد ولایت هرات مولای مجیب الرحمن پهلوی مولا عبدالغنی برادر نشسته بود و قبل از ختم جلسه به مولا برادر گفت که من می روم و مولا برادر برایش گفت که هنوز زود است. اما مولای مجیب الرحمن جلسه ختم ناشده را ترک گفت و با گذشت چند لحظه در انفجار جان خود را از دست داد. این در حال است که طالبان کشته شدن مولای مجیب الرحمن انصاری را به داعش ربط می دهد، اما عده‌ای بدین باورند که مولای مجیب الرحمن را طالبان به قتل رسانده است. نظر شما در این مورد چیست؟ برادر عزیز و بزرگوار ما را جناب حضرت مولانا مولوی عبدالغنی برادر حفظه الله و سایر همراهان ایشان را به شهر خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه خوش آمدید میگم. مولای مجیب الرحمن انصاری در سال 1362 هجری شمسی در گذرگاه هرات چشم به جهان گشود و از لحاظ نسب به خواجه عبدالله انصاری هروی و سرانجام به ابو ایوب انصاری میرسد. مولانا انصاری در سن 13 سالگی شروع به حفظ قرآن کریم کرد و در سن 15 سالگی به اتمام رسانید. بعد از فرا گرفتن علوم دیگر دینی و اجتماعی در سن 19 سالگی به صفت خطیب مسجد جامع گذرگاه هرات از جانب مردم و جامعه روحانیت برگزیده شد. مولانا انصاری در سال 1374 هجری شمسی از فراگیری علوم دینی و اجتماعی فارغ شد و در همان سال عازم خانه خداوند جل جلاله گردید و بعد از برگشت این سفر مبارک در دارالعلوم عالی انصار مشغول خواندن علم حدیث شد و بعدا در همانجا مصروف تدریس گردید. مولای مجیب الرحمن انصاری در آخرین سخنرانیش این حرفا را گفته است: به مدت 1 سال تغییراتی که ما در این سرزمین می‌بینیم حتی چشمان دشمنان را هم خیره ساخته است. روز جمعه هست، از امیرالمؤمنین حفظه الله گرفته تا پایین ترین فرد امارت اسلامی احترام خودم کرده و احترام خودم داره و من خدا شاهده که امارت اسلامی به خاطر تملق و چاپولیسی و فلان و یا ای که به کنار مولوی مولا برادر بشینم بلا فرق نمیکنه. الان برم چوکی آخرم بشینم به افتخار هست. مولانا مجیب الرحمن انصاری روز جمعه پیش از رسیدن به مسجد جامع توسط فرد ناشناس که به گمان اغلب یکی از افراد گروه داعش بوده انتحار شد. شخص انتحار کننده به منظور احوال پرسی نزد مولانا مجیب الرحمن آمده خود را انفجار داده است. انا لله و انا الیه راجعون.